سلام دوستان، اومدیم با یه ویدیو دیگه آموزش مود ریختن روی سرور. شما اول میرید توی فایرفاکس میزنید اترنوس پلی رو میزنید. الان من از قبل یه چند تا سرور درست کرده بودم و شما میتونید یه اکانت بسازید بعد سرور رو درست کنید. خب یه دونه کریت میکنیم. الان اسمش اینه کریت. خب اول میریم اینجا توی این قسمت دو تا مدل داره. برای پلاگین میخوایم، اگه ما میخوایم مود بریزیم، پلاگین فعلا نمیخوایم بریزیم، یا نسخه فابریک رو باید بریزیم یا 4G. ما 4G رو بریزیم. با چه نسخه میخوایم بریم؟ ما 1.21. خب اینجا تیک میخوره و الان اینجا یه قسمتی براتون ایجاد میشه به نام مود. بعد سرچ میکنید مثلا لاکی بلاک. الان این نسخه برای ما در دسترسه. میزنید تیکش که خورد میرید اینجا، همه چیش اوکیه. الان میرید توی اون قسمت تنظیمات. بعد این کرکش رو حتما باید بزنید و UTC کنید. بعد میتونید رو هر چی دلتون خواست بذارید. بعد الان دیگه درست شد. میریم تو قسمت، وقتی سرور آنلاین شد میتونید برید تو قسمت قسمت پلیر، وایت لیست و اینا نشونشون بهتون، وایت لیست و بعد میتونید بن کنید پلیرز رو، بن آی پی. خب وای میستیم آنلاین شه. خب الان سرور آن شد. میریم تو قسمت پلیرز، وایت لیست نمیشه، همینطوری هم میتونید برید، مگر اینکه اینجا تو قسمت تنظیمات این وایت لیست اگه آن باشه باید برید تو پلیرز وایت لیست رو بزنید، ولی الان آف نیازی نیست. خب حالا ما میریم اینجا ماینکرافت رو پلی میدیم. خب الان نسخه من 4G 1.21. الان اینجا تو گیم رو میزنیم. خب داره میره تو بازی. خب الان بازی رو اوورد بالا. میریم تو قسمت مولتی پلیر. میریم اول اینجا قسمت سرور، اینجا کپی میکنیم آدرسشو. خب الان
وارد سرور میشیم. الان ما باید بریم این تو قسمت پلیرز. اگه میخواین کریتیو کنیم میریم تو قسمت پلیرز پارسا کی. خب الان بازی با حالت کریتیو و اینجا میگردید ببینید موزیکایی که بله الان ما یه چند تا بر میداریم. بله الان شمشیر لاک بلاک داره با این ما یه چند تاشو بر میداریم. خب الان اوکی. الان میذاریم اینا رو. خب همینطوری که میبینید الان یا TNT یا یه چیز دیگه بهم میده. بله TNT. شما میتونید مثلا الان این چست داره اینطوری. خب اینطوریه. بعد مثلا الان خب مثل چیزای زیادی میتونید مثلا الان مثل این شمشیرش رو امتحان کنیم. اینطوری شمشیر خیلی چیزاش باحاله. مثلا میتونید با دوستاتون اینو بازی کنید. خیلی باحاله و اینطوری میشه. بله دیگه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.